دفعه اول اگه طرف اویدی طرف خورد خیر است اگه خواستی که شو چند چول دفعه دوم فیر است دفعه اول اگه طرف اویدی طرف خورد خیر است اگه خواستی که شو چند چول دفعه دوم فیر است امروز همه سوورن هیل. So basically در اینجا در سال 1850 مردم طلا پیدا کردند در اریای بلرات. از اونجا که است در 1970 این جای را در مطابق شکل امز بلرات تمام نقشه جور کرده که basically که مردم چی رقم طلا میگرفت، از اونجا چی رقم طلای صاف میکرد، در کجا سودا میکرد. So مختلف اکتیویتی ها جور کرده. And also زندگی میکرده، چی رقم برد داشته، چی رقم آب داشته. مطابق از او میتگریزه استیل جور کرده. اونم بگوری جای خالیه. I knocked him. I got one. امروز خاص کنم موقع ما پیدا کردم یک پورا گردن بند بده سایرا جلو بیسیکلی مردم که ممداده پورا روز زمین چی کارش نمی‌داده فقط تلاش کنه که طلا پیدا کنه و تا بیگار خدا خبر تا بیگار میزداده تا که هنوز چند گرام maybe زیاد چند گرام که چیز طلا بردن and then again هر روز هم ممداده است على أي شيء ما يتخلى أقول. شوية تقابلي. شد إذا كده كم أو خالق لي بيات. صارت الله يفهم أي هذا بدل. توكن إقدام تلا إقدام يا. أنا هندي كم بيدا دندو ده. Talk one more. 3 people. I have learned the technique. Water gauge. I'm gonna put this. And now you get black gold. Is ارزش نداره بعد. مش باید پاسپورت کنی. برای خورده‌اش هست این زردا. از این دیگه. فقط. All right, let's see what we got. رفیقا امروز خواستم امروز پیدا کرده دیگه به نظر من امروز بسه بخی پایا خشک شده بوری راند گرمی بل خشک شده تا باره تا سودانی باباری ایده خانه مبروم دا نخ جلنم بلده کرنر بان جلنم ها alright till next time buddy you know what رمیت معلوم او که نفر دیگه که باید وقت خاله تلایه اوش کم خاله کنم اینت معلوم that's gonna make someone's day let's go get that beauty look at him go Normally when you're forging, you start off on the square, you taper it down square, but if you don't want a square, then you'll knock the corners off it. You might not be able to see that one very clearly, but you'll notice it. When we pump that, we pump there from the lower section into this. اونجا کلوشی آس جور میکرد خواه به نظر من میدهیم دکانان میرخم بوده تو گازمانه how would you describe it? It seems pretty modern but شکلهای بیلدینگا چه خوب شده ده
خب رنگای سفید جلو این پست آفیس چی بوده ده؟ آف کورس چرا که مردم ها دور میمده ده در بلگراد میمده ده obviously از فامیلی دور بوده ده so اینا مردم ها رفته از اینجا پست رای خانه خود خط رای میگده یا خط بال میگده a little grocery store okay. Police. Police brother. What? Police are شمشیر داشته ده. Oh. زمان این خاطران چی تکالم مفسده. سخت شده یک بشر کنه. مه نان مخره. هی دو زمان یا گوسپوند داشته ده. پیش رفته بوده با خدا. This is wool, Yarrow soap and candle works. Do we have anything? See this? اینجا شو میده شم چرخم جارنه. صابو میده. نه لا نمیخورم بذارم. ایش خوش نماد. یک پابلیکیشن بوده بیسیکلی اخبار چاپ میکرده یا که کسایی که گاز زمانه اگر وانتد بوده یعنی که نفری اگه جرم میکرده اینجا چاپ میکرده نامش نیخل این قصه یک نفر اگر گیر میکرده این نامش $500 بوده اینجا هر چیزا برای چاپ مونه ها جام چلوار کی رفته چی کچی کردن بنجور کده مام که خرید جور کدوم منج میرم سودانم اون خلاق بگیر 600 روپیه ارزش داره این دوست اگون چیز از تر اگون چی I guess less pure or more pure don't know if that works اینا مختلف قیمت داره 300 400 یا 500 اینجا چین جور کده نش خوب ارزانه that's $48 obviously pure نیه 400 to 13 ratio I don't know what that is but تخنی 5% like چقدر کیلو oh my god that's like از کم شه 5 کیلو انمی 5 کیلو نه 5 کیلو نه 5 کیلو شاید مگه انمی کس انمی قص تلاکی انمی امروز دیگر تو باشه انمی $2 million قیمت چسته تقریبا I think 5 کیلو یاره از گرنگی خو jeez Louise $2 million روپیه just right there دلار خب میاد طلای اصلی بازن کنی چند کیلو میه aha in gold weight I'd be 150 خرابه پیسه میخواه bro everything the weight of gold price is کیلو یک لگو 83,000 روپیه that might be like 10 kilos then because اگر یک کیلو چی تقریبا 2 لک روپیه میشه 5 کیلو چی یک میلیون میشه و 2 میلیون روپیه تقریبا 2 کیلوه شیش Please help me find gold. ایش منش جایزه نداره لی چشمونیه تمپل چاینیزا این حال کسته اینجی تغنی کم تلا شونه 3 kilograms, 24 carat. This
bar of solid gold. We've had it since 1997, and in that year, it was worth $60,000. Today, it's worth well over $500,000. ها اینجا که است وقتایی اینجا دفتر رو بخل بده نه درس میخوانده ده you reckon well doctor could write a prescription with that well basically اینجا نفرایی که درس خوان بده اینجا میشته ده maybe the union worker the guy in charge Well, the issue, nah, he is doctor. We actually went through. He is doctor. Because look, jai bistara dara, jai oucha dara, inj dismiss kushya. Maybe his cabinet dawai dara. Or maybe, nah. It could just be someone's room. Might be, yeah. But either way, jai khub khayma dishta da, jai khal dishta da. Ina shum badan jai khawa. Are bistara digesh ya do nafra inj jai khami dara. موزارت آخ ماشاءالله موزای waterproof you're alright انا ايش امروز مثلا تلاقه در پیدا داده که تلاق شکر بور خورده ده ها that's it داخلی نام ششته اینجا Chinese camps I'm not sure اینجا نفرای Chinese میشته یا که style از Chinese but مردم هم نیز زندگی میگه there's like Chinese writings everywhere اینجا چون که خیلی چاینیزا شنده در استرالیا تلای دی جای از اونجا مایگریت کرده در بلده تلاشه که از اینجا چیزا کنه پیسه جور کنه اینجا خیلی از اتاقای دیگه بهتره استرالیا چاینیز لی دیده خوابایشی جای خوابشی جای اجاقشی تیبلشی مگه خیلی ترتیب تره صاف تره و خیلی سامانی قدر هم داره اینش تا زمین خواهد میگده Well. What do we have here? خوشکاویش ده بخیار نمانده. It's so actually look at the cute little one. It's such a throwback. خودم زیاد چیزا داشته در پاکستان داشتی. باید چه شیر خم نبوده فرق داشتم. ما اگه بخوام یک دونه انزیم میخوام. برای راضی دارم. بیا.